سلام دوستان، اگه به فیلم های علمی تخیلی، اکشن، هیجان انگیز علاقه داری حتما این کلیپ رو نگاه کن. سریال هیلو. این سریال دارای 2 فصل 8 قسمتیه که تو ژانر علمی تخیلی، هیجان انگیز و اکشنه که تونسته امتیاز 7.2 IMDb رو دریافت کنه. این سریال کیفیت فیلمبرداری فوق‌العاده‌ای داره، داستان گیرایی داره و شما رو مجبور میکنه پای گیرنده هاتون بشینید. این داستان روایتگر جنگ‌های بین کهکشانی انسان‌ها و یک سری فضایی به اسم کاوننت هاست. تو این فیلم یکی از سیاره‌های قدرتمند انسان‌ها به اسم فنس در تلاشه که بتونه تمام گونه انسان‌ها رو با هم متحد کنه، چه با زور چه با حرف. اما در این بین سیاره هایی هستن که زیر بار مستعمره شدن این سیاره قرار نمیگیرن. بعضی از این سیاره ها دست به شورش میزنن که با سرکوب سیاره فنس مواجه میشن. و شروع داستان ما از یکی از این سیاره ها به نام مادریگان میباشه. در جنگ بین انسان ها و کاوننت ها تنها یک عده به خصوص از سربازهای آزموده و با پیشرفته ترین تکنولوژی میتونن روبروی اونها وایسن که به این سربازها اسپارتان ها میگوین. اسپارتان ها شامل 4 نفر میشن که رئیس اونها مستر چیف یا جان، همون شخصیت اصلی فیلم ماست. این 4 سرباز از بچگی جوری آموزش دیدن که احساسات نداشته باشن. قرص‌های داخل کمر اونها که باعث میشه احساسات بروز ندن و فقط برای جنگیدن آموزش دیدن.